امروز در افتتاح رویدادی گرد هم آمده ایم که موضوع آن تنها نمایش مجموعه‌ای از اسناد اداری و مکاتبات تاریخی نیست، بلکه بخشی از حافظه زنده یک ملت است. حافظه‌ای که با نام امام حسین علیه السلام، واقعه کربلا، فرهنگ عاشورا و آیین‌های محرم پیوند خورده است. عاشورا هم میراث ایمان است، هم میراث اخلاق، هم یادآور مظلومیت است، هم دعوت به مسئولیت، هم سوگ است، هم آگاهی. به همین دلیل فرهنگ عاشورا توانسته است در میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف زمینه گفتگو و همدلی ایجاد کند. بررسی دقیق مجموعه این سندها، تصویرها و آیین‌ها نشان می‌دهد که عاشورا به معنای واقعی کلمه از یک رخداد تاریخی عبور کرده و به یک پدیده تمدنی غنی از مفاهیم والا تبدیل شده است. ایران امروز ایران ایستاده در مقابل طوفان نامردمی و ظلم است. ما بر عهدی که با سید الشهدای زمان قائد عظیم الشأن حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای بسته ایم ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد که این خونهای به ناحق ریخته شده فراموش شده و یا نادیده گرفته شوند. ما نه فراموش می‌کنیم و نه می‌بخشیم.